ما راییم طرف بازار که دیکور میز عروس بکنیم بلدش یعنی یک دفعه شده گیت نمشه از مو اره گندی اره بخش نه خوب شه اره دیگه یعنی یک چکنای بخش بلده شو تو دوای خواه سلام دوست عزیز، امید که جور و سعادتمند باشین. خوش آمدین با یک ویدیو دیگر. در این ویدیو از امیر خم که شما خبر دارین در این روزا کسد توی یعنی خواهر مرتضی دلشاد هستند. دو خاطر همین چند تا ویدیو کسد و دو خاطر از تانزونا ریاکت میزنیم. تو هم چادر خوره و سامشتی خیلی خوش. دوست عزیز آهنگ کس از برادرشی مشتبه بیناست، خیلی خوبش خونده. گفتارش بزودیه رفتارش دای کندیه دل ما مشبوگیم پری از جاغوریه پری از جاغوریه دل ما مشبوگیم پری از جاغوریه پری از جاغوریه خیلی خیلی خوبش. هم دیگه نمای از این طرف. دوستای عزیز اگر خبر دارین بگین که این نمای همسو چهار طرف خانه مرتضی دلشاد است. مهربانا سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که صحت سلامت باشین و ایام با کامتون باشه. عزیزا خوش آمدید به ویدیو امروز. دوستای عزیز امروز روزی عروسیه، قسمی که آقای ایدری هم بلدش میگفته فکر کنم ویدیو گرفتن دیگه. ما راییم طرف بازار که دیکور میز عروس بکنیم بلدش گلمول بریم میز را دیکور کنیم. خیلی من دوستای عزیز داشتم دیگه ما متخرخر راییم طرف بازار. دوستای عزیز قد از ما باشین. دوستای عزیز انا مرتضی هم دیگه معلومات درباره از ویدیو داده. باش که طرف بازار مره در کدام بازار مره بینیده باشین. دل ما مشبوگیم پری از جاغوریه پری از جاغوریه دل ما مشبوگیم پری از جاغوریه پری از جاغوریه دل ما مشبوگیم پری از جاغوریه پری از جاغوریه. این هم از نمایه هایی که چهار طرف شه درای بازار نگه. دوستای عزیز چی سرسبز اینی من کدام چی کشت کدن تو هم چادر خوره و سامشتی حالا خیلی خوب شه. درای بازار هم نگه باش که گفتارش بزودیه رفتارش دای کندیه دل ما مشبوگیم پری از جاغوریه. دوستای عزیز نام قسمت ها رو بلد هستن، همه قسمت های رایش که بودک در قسمت کامنت ها بگیم. این هم دیگه در بازار خجور هم دن سرچار راین. یعنی دیگه در بازار حجور قدم میزنن. یعنی در دکان دیکور والا رسیدن. ولا دیگه شوخی بات نیستی. رنگش خونیش بدی. سرخش بدی. رنگش خونیش باشه. باز کدام رنگش مبرند سرخ انتخاب کردن. یعنی دوستای عزیز دیگه خاله مامات امروزم
دیگه تبال خدا نم نه خالش هم ده. یه خالی باید دیروز میماد که نمیده دیگه امروز هم نه. خوار خوبه جان جوره مصطفی جان خوبه دکترون مرتضی جان خوبه محیب الله خوبه خود خوبی شکر بازم خالای خوشم ده. خوش باشه بیرار دیگه رو دیگه معلوم نیست که جان تجار خالای بخیره. خانم خوبه عبید خوبه خدا شکر خالای شکر. سلامت باشه. دیگه پاسکار نیم دیگه تو دو دنه گفتی خالای است تو سه دنه نمونده یلده خانه؟ او یک دنش کست خانه آقای خیلی دیگه او رو تورا نگفتی کی دو جا؟ امو بنفشه خو یا صالحه قنجقی کی من صالحه داری؟ قنجقی سمایه من دوا قنجقی امیخ شید بای والله خد مصطفى راس من كلام مش هذا آره هیچ خلاقه ایش گندم بریوب دادم بخشواره خودگو که در کابل بود باش که چرا دیگهش خود گندم بیرده. اونش گندم چیز کدام قصبا بریوب دادم اینی گندمش گیروه نه خیر کنی خدا پاک دی باش گندم بیرده ورده. دیگه خیلی کزمو نکن دیگه مو خوار نمیتونی نه مو ممزوز یعنی یک دفعه شده گیت نمشه از مو آره گندم بریوب دادم آره دخبش نه خوب شه آره دیگه یعنی چکنای بخش ول بشه و تو دوای خواهد میشه اون کالای میشه دیگه بسمان بخشی تا آمده جور باشی خدا تشکر خاله نگاه کنم فقط یک دوای اینی چیزا رو هم خالش وردد. جور باش خدا چرا وقت خوشی پس وقت چنه ان شاء الله ان شاء الله پای هم دیگر پیر شنن خدا نیک نه خدا قف پایش گرم باید وقت خوشی دوست عزیز قاف پای شی گرم پای چی منا؟ در قسمت کامنت ها بگین. آقای مرتضی دلشاد باش که خانه بفنه. دیش دیگه پنچر رام تونست تو شگم سعیر هم نخواه. باشه یک دفعه تمرین بودیم یا پارا نه ما دیگه نمیتونم بخواد دیگه نزگیر ازی خالی شد. زده پیچانش دیلیوز؟ نه خوبه نه سایه یار ماما تو خیلی قوی ما این دیگی نمیتونیم بچه پدرش لب از این خانه بقید لب دیسکش لیسیل کو کنه دول ما دوش ندو دوست عزیز دوال دیکور کردن است. آمادگی خیشتش اینه خب یا چق نه یا گری میشه ما کار و اهل کارش بسپاریم آقای دیده میشه یه دبال نه یه دبال کم که جای شطورم میگیره نه باید اونجا سخت خود نه دیگه اما تو دفع کن نه آقای دیده میاد میزه خب دوست عزیز چه خوب دیکور کردن. باش که میزرم دیکور کنه دیگه خیلی تایت میشه. نوارچاس بلو با خدا آقا مرشته باش من اینجا برو بلو ایزم مالا میر خاچس کنی آقای دیده نوار چسب میگه نوشته.
خود دوستای عزیز هم از این ویدیو منتظر ویدیوی روز خود عروسی باشید دیگه که بهترین لحظاتش جدا کردیم برای شما آماده ساختیم. حتما منتظرش باشید دیگه. روزی بعدی نوبت از دوسته.